میدونی موفق ترین ابرقهرمان مارول نه پولدار بوده نه قدرت خدایان رو داشته، حتی سنش هم اندازه بقیه قهرمانان نبوده. اسپایدرمن تنها قهرمانی بوده که وقتی ساخته شد یه نوجوان کاملا معمولی بود. سال 1962 استنلی ایدش رو مطرح کرد، ولی سردبیر مارول صاف بهش گفت نوجوان قهرمان اصلی نمیتونه باشه، مردم نمیخرن. اما استنلی کوتاه نیومد. پیتر پارکر رو ساخت، یه دانش آموز خجالتی بی پول با مشکلات واقعی زندگی. کسی که توی مدرسه مسخره میشد، استرس درس داشت و در عین حال مجبور بود قهرمان هم باشه. ولی اولین کامیک چاپ شد، همه شوکه شدن، چون برعکس بتمن و آیرون که پولدار بودن یا سوپرمن که حتی اهل کره زمین هم نبوده، اسپایدرمن شبیه خود مردم بود. فقط تو 6 ماه اسپایدرمن محبوب ترین شخصیت مارول حتی از هالک و فانتاستیک فور هم جلو زد. قدرتش سبب موفقیتش نبود، واقعی بودنش بود. این که نشون داد یه آدم معمولی هم میتونه قهرمان باشه. اسپایدرمن فقط ساخته نشد، فهمونده شد و موندگار شد.